قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم در برنامه ترازوی عمل عاید شکار حیوانات و علل خصوص درباره حیوان سگ که آیا در خانه نگاه داشتن سگ جایز است و جایز باشد با چه شرط و شروط و آیا دهان سگ نجاست هست و اگر نجاست هست پس چگونه می شود با سگ شکار کرد، در حالی که در خود قرآن کریم آیت هست در سوره مائده که برای شما آن چیزی که سگ‌ها شکار کردن حلال است. در این باره کاملا با هم صحبت میکنیم و چون اکثریت در مهاجرت هستیم، علل خصوص در روسیه و اروپا و دیگر کشورهای غرب که در هر یک خانه یا یک سگ پیدا می شود یا یک پیشک در دو بدرک، اما سگ خیلی زیاد است و حتی کشورهای هم هستند که خودی حرمت سگ از حرمت انسان و کودک هم بالاتر است و بسیاری ها به این سوال می افتند که آیا سگی که از نزد من گذشت لباس مرا نجاست کرد و آیا من نماز خوانده ایستاده بودم و یکی همسایه با سگ در آمد چیکار میکرده باشم؟ و عموما ما در این مکانهایی که خیلی زیاد از اندازه کودک هم در بعضی از باغ‌های استراحتی سگ هست چی کار کنیم؟ و این چونین درباره شکار که یکی از سنت‌های هست یا یکی از عنعنه‌های هست که پیشتر در همه جا بود و مردها قوه خود را در شکار می آموزاختند و این چونین فرزندان خود را از کودکی به شکار کردن مشغول میکردند و یاد میدادند و افسوس که الان به جای شکار در دست همه تلفن هست و در تلفن یکدیگر رو شکار میکنند. درباره شکار هم با هم صحبت میکنیم. پیش از همه بیاید، چون در رفت شکار خودی سگ هم وجود دارد و اساساً با سلاح یا گفتیم با اسباب‌های شکار کنی و با حیوانات و سگ‌ها شکار میکنند. اول بیاید بدانیم که خودی سگ آیا در شریعت جایز است که برای شکار کردن در خانه خود ما سگ نگه داریم، در حالی که مثلا حدیث است در صحیح بخاری و مسلم که خانه‌ای که در آنجا سگ و صورت‌ها هست و آنجا فرشته‌ها داخل نمی‌شوند و این چنین احادیث دیگر که درباره سگ را در خانه نگاه داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را برحذر کردند. بیاید به حدیث نگاه کنیم که ابو هریره رضی الله عنه روایت می‌کنند، میگویند قال النبي صلی الله علیه و سلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا عرض فإنه ينقص من اجره قيراطان كل يوم. هر کسی که سگ را نگهبانی کند یا به خود سگ گیرد و به جای حیوانهای دیگر او نگهبان سگ باشد، در خانهش سگ باشد، بجز سگی که برای شکار گرفته است و یا سگی که برای چوپانی گرفته است و یا سگی که برای حراست یا خود پاسبانی گرفته است، بداند که هر روز از اجر او، از عمل ثواب او مثل قیراطان یعنی 2 کوه بزرگ کم شدن میگیرد. و این حدیث بیان میکند که سگ را فقط در 3 حالت گرفتن جایز است. یکی اگر شما شکار میکنید و برای شکارتون از سگ کمک میگیرید و این چنین دوم اگر چوپان هستید و برای خودی گله رو از اینجا به آنجا آوردن و یا اینکه گله رو سیطرت کردن و شما سگ کمک میکند و یا اینکه زمینی وسیع دارید و یا خانه بزرگ دارید و در آنجا دزدها زیاد هستند و یا حالتهایی هست که دزد حمله میکند و فقط برای پاسبانی زمینتان و یا حولیتان برای خود سگ گرفتید. و بعضی از علمای معاصر میگویند حاضر در شرایط امروزه برای
ملیسه‌هایی که با سگ مواد مخدر را پیدا میکنند و یا دوستها را پیدا میکنند، سگ گرفتنشان جایز میباشد و اینچنین بعضی از بیماران نابینا را بعضی از سگها گرفته از این سو به آن سو میبرند و حتی نفران تنها را بعضی سگها کمک میکنند که به آنها راه نشان میدهند. در این حالتها هم جایز میباشد. ولی مسئله پلیس ها کمک گرفتن از خود سگ‌ها عموماً مسئله هست که در زمان حاضره علما به این اجازه دادگی هستند. پس اینجا سه چیز را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند و در دوامش هم گفتند که اگر بجز این، یعنی اگر شما خودتان برای پاسبانی نه، برای شکار نه، برای این چنین سه چیزی که الان گفتیم، برای شکار و پاسبانی و چوپانی نه، فقط برای دلخوشکنی یا وقت گذرانی یا اینکه سگ را دوست می‌دارید که خیلی میگن من به سگ نمیتوانم، سگ را خیلی دوست می‌دارم، در این وقت گرفتید، بدانید که هر روز از اجر شما مثل 2 کوه کم می‌شود. یعنی یک انسان در شرایط امروزه کجا مثل یک کوه در یک روز خیرات کند که آن همه خیرات یک روزش رود. پس تمام عمر خیراتی کردگیت یا عملهای ثوابی که میکنیم و سبب سگی که دوست داشته به داخل خانه گرفتیم، انسان همش رو از دست میدهد. و چیز دیگر، وقتی درباره پاسبانی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای پاسبانی هم می شود که شما سگ نگاه دارید، اما شروط میگذارند تمام علما که سگ باید در حوله یا بیرون از حول در خانه‌چه خودش باشد، نه اینکه در داخل خانه شما باشد. مثل اینکه در داخل خود آشیانه ها یا کوارتیره ها یا خانه های حجره های میده داخل میکنند، نباید چنین باشد، برای آنکه هر خانه‌ای که در آنجا سگ هست و آنجا فرشته ها نزدیکی نمیکنند و عموما جایز هم نیست. پس در شریعت همیشه سگ را در خانه نگاه داشتن گناه نیست، برای آنکه بعضی ها بعد از فهمیدن اینکه از سگ دهانش نجاست هست و درباره‌اش حدیث است که کمی بعد میگویم، گمان میکنن عموما نفر مسلمان نباید نه در حولیش، نه در شکارش، نه اگر حتی چوپان باشد هم سگ را نگهداری کند و سگ کاملا باید از حیات مسلمان دور باشد، که البته این خطا است، چون در حدیثی که نسائی روایت کردن و الان هم گفتیم، در 3 حالت برای مسلمان حتی جایز است که سگ را در خانه اش نگه دارد. و میگذاریم به چیزی دیگر. البته اینجا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن که خانه‌ای که سگ است به آنجا فرشته داخل نمی شود و در چیز دیگر غیر از این 3 حالت هرگز به خود شمایان سگ نگیرید. این را ببینید که وقتی که گفتیم بجز این 3 حالت شما دیگر سگ نگیرید، اصلا سببش چی باشد؟ بعضی از علما میگویند حکمتش این است که خود سگ در حقیقت نجاست هست و دهان سگ خیلی میکروب های خطرناک دارد که به سلامتی انسان ضرر دارد. بعضی ها میگویند سگ خیلی یک حیوانی هست که به انسان میچسبد و به انسان عادت میکند و بعضی ها آنقدر با سگ مشغول میشوند که دیگر با چیزهای مهمترین مشغول نمیشوند. و البته که من گمان میکنم در حاضره شرایط میبینیم که در بعضی کشورهای اروپا یک زن با یک سگ تمام عمرش رو میگذراند، یا یک مرد میگوید از نبیره هایم به من سگ مهمتر است. شاید از این باشد که هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خودتان رو اینقدر با این حیوان آواره نکنید و فقط در همین 3 حالت برای خود سگ گرفتنتان جایز میباشد. اما درباره اینکه خود سگ نجاستش تا چه اندازه خطرناک است و در این باره حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه یا که فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. اگر مبادا دهان سگ به یگان از طبقهای شما رسید، هر آب یا خوراکی که در آن است آن را پرتایید، سپس آن را 7 بار شویید و در بعضی روایت ها اولینش را با خاک. انا همین حدیث را گرفته
جمهور علما بین خود اختلاف دارند. مثلا در مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند سگ فقط دهانش نجاست هست و این چونین بدنی ترش اگر به بدنش آب رسد، اما موی خشکش، دومش و عموما حتی شما رو بوی کند و یگان خیل آب دهانش به شما نرسد و نجاست نیست. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم کلمه ولغه را استفاده کردن، پس رسیدن دهان سگ را، یعنی با آب دهان، با لعابش میگویند آب دهان سگ با دهان ترش نجاست است. این چونین اگر باران بارید و به شما خود سگ تر به شما رسید، اینجا این نجاست است. لیکن پس خود بدن خشک سگ هیچ نجاست ندارد. در نزد بعضی از علمای دیگر مثل امام شافعی، امام احمد میگویند نه، کلی بدن سگ خشکش هم ترش هم نجاست است، همین که به شما رسید باید شسته شود، اون هم 7 بار شسته شود. و در نزد امام مالک عجیبش این است که میگویند سگ هیچ نجاست نیست و برای اون که خود الله در قرآن کریم میگوید برای شما احل لکم صید البحر و طعامه، و در آیت دیگر ببخشید میگوید یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من جوارح مکلبین. از تو میپرسند که چی چیز برای آنها حلال است و آنها بگو که برای شما تمام پاکی ها حلال است و این چونین اون چیزی که سگهای شکاری تعلیم گرفته برای شما صید کردم. چون الله شکار سگها رو حلال گفت، بدانید که خود سگ هم نجاست نیست و اما درباره دهانش که باید شسته شود، آن مخصوص سگهای هست که مردم رو میگزند و این گونه سگها بیماری دارند که همون بیماریشان از طریقه میکروب به دیگران میگذرد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 بار شستن رو امر کردند. پس مسئله حتی بعضی از علما هم میگویند در اینجا قول امام ابو حنیفه خیلی راجح است که بدن خشکش نجاست نیست، اما دهانش یا بدنش تر شد در این وقت نجاست می شود. و از همین که بدن خود سگ هم نجاست است، خودش هم نجاست است، بین علما خیلی اختلاف وسیع می شود که آیا فروختنش جایز است یا خریدنش، که این تماما مسئله تجارتی دیگر است. الان باشد بیایید به شکار شروع کنیم. پس وقتی گفتیم در سوره مائده الله میگوید و ما علمتم من جوارح المکلبین تعلمونهن مما علمکم الله، و آن چیزی که شما به سگهای شکاری آموزانیدید، اون چیزی که الله به شما آموزانیده است، مثل اینکه وقتی حیوانی رو شکار میکند نباید خودی سگ از آن بخورد و آن رو خودش دستگیر کند و آورده به صاحبش دهد. در خود قرآن کریم الله درباره حلال بودن شکار، آن هم شکار سگ، به ما صحبت میکند و میگوید حلال است. بیایید به خود موضوع شکار برگردیم. چه خیلی که گفتیم، صد افسوس که در زمان حاضره تقریبا شکار دارد از بین مردم، علل خصوص مردهای تاجیکستان می رود و خیلی خیلی کم پیدا میکنید نفرهایی که میگویند امروز روز استراحتم هست، من میروم به شکار ماهی یا من میروم به شکار یگان حیوانهای خشکگرد. نه، ما در دست واتساپ داریم، اینترنت داریم، داخل میشویم به این و به اون مسئله های دیگر، یوتیوب و چیزهای دیگر، و تمام روز را در زنجیربندی یک تلفن یا یک شبکه دیگر میگذرانیم، اما کسی نه به شکار میرود. و حتی کودکایی هم هستند که شاید بگویند که شکار چی است، من نمیدونم، نشنیدم، در حیاتم پدرم در این باره به من چیزی نگفته است. اما وقتی میبینیم به قصه های از صحابگان و حتی از قهرمان هایی که در شاهنامه هستند، در 10 سالگی فرزندش را به بالای اسب‌ها سوار میکردند و میگفتند الان تو باید دیگر شکار را شروع کنی، چون شکار شجاعت میبخشد برای کودک و کودک ها شجاعت را در شکار یاد میگیرند و در جنگل و در حیوان قپی و خودش هم یک طعام حلال است که انسان با دستان خودش آن را کسب میکند و به خود میآورد. ولیکن چگونه که گفتیم، صد افسوس که دیگر دارد این عنعنه شکار که الله آن را برای ما حلال کرده است و این چونین از قدیم الایام بود. با آمدن اینترنت دیگر دارد میرود و مویان به جای شکار کردن و در هوا و طبیعت گذرانیدن داریم در نزد این
واتساپ و وایبر و چیزهای دیگر وقت رو تمام میکنیم. پیش از همه درباره شکار، البته شکار کردن، صید کردن هم میگویند، در ما در شریعت حلال است و پیشتر هم حلال بود و الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. وقتی که شما احرام بستید و نیتی حج یا عمره رو کردید هرگز شما شکار نکنید. اما در دوامش فاذا حللتم فاصطادوا، اما وقتی که شما دیگر حلال شدید، احرامتان رو کشیدید، مراسم حج یا عمره رو تمام کردید، می توانید دیگر شکار کنید و شکار کردن امری مباح است. البته که درباره‌اش احادیث و تقریبا تمام کتاب‌های اسلامی در آنجا موضوع مخصوصی هست درباره شکار یا صید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم یک چند حدیث گفتن درباره شکار که کم کم دیگر الان درباره‌اش با هم صحبت میکنیم. اما پیش از همه درباره شکار این را بدانیم که هر کسی که شکار میکند در شریعت باید نفری باشد که عاقل و بالغ باشد، یعنی کودک نباید شکار کند. البته یاد دادن به کودک علل خصوص ماهیگیری یا حیوانهای ماهی را می شود، اما حیوانهای خشکی را برای شکار کردن انسان باید عاقل و بالغ، یعنی چی بد و چی نیک داند، برای آنکه از شرطهای ذبح کردن یا حیوان را حلال کردن هم این است که قصاب باید از نفرانی به بلاغت رسیده و عاقل باشد و نباید کودک باشد. و این چونین هر کسی که برای ما شکار کرد، اگر آن انسان بت پرست باشد، آتش پرست باشد، دهری یا کمونیستی تماما به دین باوری نداشته باشد، شکار او هم حلال نیست، برای آنکه چگونه که در شرطهای از ذبح گفته بودیم، از شرطهای ذبح کننده یا قصاب این است که خودش مسلمان باشد. اما درباره یهودی و یا نصرانی در این باره چگونه که پیشتر هم گفته بودیم و می توانند عزیزان از آن موضوعی که درباره گوشت‌های حلال و حرام صحبت کنیم پیدا کنند. هر یهودی و نصرانی که با نام مسیح یا به نام مریم یا عزیر یا چیز دیگر شکار میکند، البته خوردنش اتفاقا حرام است، ببخشید، اما مسیحی که هیچ چیزی به زبان نآورده تماما حیوانش را روان میکند، در نزد جمهور علما حلال می باشد، برای آنکه آنها چه هستند؟ از اهل کتاب هستند. پس نفری که شکار میکند حتما باید مسلمان باشد و این چنین حتما باید از نفرانی باشد که او از اهل عقل و فهم است و کودک نمیتواند خودش شکار کند. چیزی دیگر آلتی که یا اسبابی که با آن شکار میکنند به دو تقسیم می شود. اسباب های شکار کننده، یکی اسباب هایی که مثل کرد و خنجر و نیزه و تیر و کمان و اینها هستند، دیگر جانور، حیوان ها. پیش از همه هر سلاح یا هر یک آلتی که با آن یگان حیوان را شکار میکنند حتما باید نوک تیز داشته باشد، یعنی رود و به حیوان زده حیوان را تا اندازه مجروح کند که از آنجا خون ریزد. اگر یگان حیوان را با یگان چیزی وزمین زدن، چیزی که با وزنش رفت و حیوان را شکار کرد، یگان خون از حیوان نریخت، فقط حیوان به زمین افتاد و از آن مرد، در این وقت به اتفاق تمام علما این حیوان حرام می شود، برای آنکه وقتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده می شود که ما با یک اسبابی که در یک طرفش آهن است، آهن نوگشته است و طرف دیگرش خیلی وزمین است، سنگین است، با آن حیوان رو شکار میکنیم، آیا حلال است یا حرام است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر نوک تیزش به حیوان زد و حیوان رو مجروح کرد، از آن بخورید، آن صید حلال است. اما اگر طرفی وزبینی او زد و با وزنش حیوان، با وزن همان آلتی که شما پرتافتید، حیوان افتید و مرد، بدانید که آن در این وقت حلال نیست. پس سلاحی که با آن حیوان را میکشند یا شکار میکنند حتما باید از سلاحی باشد که نوکش رفته به حیوان زده، حیوان را مجروح کند و از آن خون ریزد. اما اینکه مثلا حتما به گردنش زند، البته که نه، برای آنکه صید یا خود شکار از حیوانهای نیست که در دست ما هست. بسم الله میگویند و خودی نیزه رو یا اینکه هر یک آلتی که از اسباب‌های شکاری هست، خنجر باشد، کمان باشد، چیز دیگر،
پرتاب میکنن، با همون بسم الله رفت و به کجای حیوان زد، از همونجا خون ریخت و حیوان اگر مرد وی حلال است، نه اگر نمرد در این وقت دویده رفته آن را از گردنش هم باز حلال میکنن. اما در شرایط حاضره که مثلا دیگر با تیر و کمان و نیزه و دیگر کرد و از این چیزها تقریبا که شکار نیست و شکار رو اساساً با سلاح‌های مخصوص میکنن، سلاح‌هایی که مثلا تفنگچه گویم یا سلاح‌های دیگری که تقریبا در همه کشورها برای صید هست میگوین این برای شکار است، برای آدم کشی نه. و خودی مغازه‌های سلاح‌های شکاری فروشی هم خیلی زیاد هستند. در این باره تقریبا تمام علمای معاصر، چه لجنه فتوای عربستان سعودی باشد چه مصر باشد، میگویند وقتی سلاح یا توفانچه‌ای که در دستتان دارید وقتی از آن شما میپرانید و به حیوان میزند و خون حیوان میریزد، یک قطره باشد هم آن حیوان شکار است و شکاری حلال است. اما اگر شما به حیوان تیر پرانیدید، آن حیوان از ترس مرد یا آن تیر از گرمی خود با گرمی خود حیوان را کشت، یگان قطره خون از حیوان نریخت. یا اینکه بعضی سوزنداروها رو میزنند که سوزندارو میرود و به حیوان را میکشد که حیوان از ضرب سوزندارو میمیرد نه از ضرب یگان جرح. این به اتفاق علما حرام میباشد، برای آنکه از شرطهایش چگونه که در حدیث هم بیان شد این است که حیوان مجروح شود و خون ریزد. حالا هر کجای حیوان نباشد، با کدام عضو بدن حیوان اگر سلاح زد و از آنجا خون ریخت یا خون روان شد، دیگر آن حیوان حلال می شود و می شود از آن حیوان بسم الله گویان خورد. و مسئله دیگر که بین تمام علما این مسئله اتفاقی است این است که مبادا شما با سلاح حیوان را به پایش پرانیدید یا اینکه حتی با نیزه به جایش زدید اما حیوان نمرد و زنده است، در این وقت حتما باید خود شکارچی دویده رفته از گردنش حیوان را حلال کند. اگر نه دیده و دانسته نگاه کرده است که به حالش مرد، در این وقت این حیوان به میته داخل می شود. لیکن بسم الله گفت و زد و حیوان مرد، در این وقت به هر کجایش که زده باشد و خون ریخت، انا اینجا دیگر می شود که از آن استفاده کرد. و مسئله دیگر ما گفتیم از شرطهای شکار کردن در سلاح این است که نوگش تیز باشد و مجروح کند، حیوان را نه با وزنش کشد، نه با تاثیر سوزندارو کشد، نه از ترس حیوان میرد، یا اینکه نه با یگان چیزهای گرمی بزنیم و با آن میرد. اما قسم دویومی سلاح ما یا گفتیم اسباب های شکاری ما این حیوانات می باشند. یعنی بعضی از انسان ها از زمان قدیم هم خودی حاضر هم در وقت شکار از حیوان استفاده می کنند. و درباره از حیوان خیلی که خودی از شکار ما اگر با خود حیوانات باشد هم حلال بودن، آیت در سوره مائده است، آیت 4 اگر خطا نکنم، که پروردگار میگوید یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من جوارح المکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علیه. وقتی از تو میپرسند که برای ما چی چیزها حلال است، به آنها بگو که تمام طیبات یعنی چیزهایی که طیب و پاک است برای شما حلال است و این چونین هر آن چیزی که سگ‌های شکاری جوارح یعنی مجروح کننده شما، سگ‌هایی که حیوان را رفته شکار کرده مجروحش میکنند، مما علمکم الله و شما به آنها یاد داده اید. یعنی سگ حتما الکی معلم است، به او چیزی را یاد داده است، صاحبش به او طرز شکار را یاد داده است. این گونه شکارها برای شما حلال است. فکلوا مما امسکن علیکم، پس هر چیزی که سگهای شما می رود و شکار می کند، امسکن علیکم برای شما شکار کرده می آورد، آن را بخورید. و اذکروا اسم الله علیه، البته که در وقت سگ را فرستادن بسم الله گویان سگ را بفرستید که در این باره حدیث هم هست که کمی بعد آن را میگویم. پس اینجا تقریبا بدون هیچ خلافی تمام علما میگویند از شرط های
این که سگ شکار کند باید آن سگ معلم باشد. معنای معلم این که تعلیم گرفته باشد. تعلیم گرفته رو بعضی از علما میگویند وقتی میگویی بیا به نزدت بیاید، وقتی میگویی برو برود، وقتی گفتی به شکار برو دویده رود، وقتی گفتی آن چیزی که در دهانت هست پرتو آن را پرتوید. یعنی کاملا سگ باشد که ران به صاحبش هست، هر چیزی که خودی صاحبش گفت آن را میکند. انا این وقت البته که سگ میرود و شکار کرده میآورد و برای خودش آن را نمیخورد و انا این نمود سگ ها خودشان شکارشان حلال است. اما هر سگی که وی معلم نیست، یعنی تعلیم گرفته نیست، وی گفته صاحبش را گوش نمی کند، رو گفتید نمی رود، شین گفتید نمی نشیند، نخور گفتید میخورد، همه اتفاق هستند که این گونه سگ ها نمی توانند شکارچی باشند و این گونه سگ ها نمی توانند شکارشان برای صاحبشان حلال باشد. و چیزی دیگر این است که میگویند در تمام کتاب های فقه پیدا کرده می توانید فقط خودی سگ نه، انسان می تواند هر نمود حیوان وحشی را برای خودش رام کند و شکارچی خودش قرار دهد. انسان می تواند برای خودش پلنگ باشد یا اینکه شیر باشد یا اینکه هر حیوان دیگری باشد رام کند و به شکار آن را فرستد، در حالی که آن حیوان هم مثل سگ معلم تعلیم گرفته باشد. و یا اینکه پرنده های مثل باز یا پرنده هایی که بزرگ هستند، شاهین و دیگر پرنده ها، آن پرنده ها رو هم می تواند برای خودش همش را رام کند و از آن برای شکارش استفاده کند. پس وقتی گفتیم شکار می شود با سلاح، شکار می شود با حیوان و در سر خط حیوان ها سگ هست، سپس دیگر حیوان هایی که می توانیم رام کنیم و حتی پرنده هایی که چنگال دارند و خوردن گوشتشان حلال نیست، آنها را می شود برای خود همچون یک اسباب شکار کنی استفاده کرد، مثل باز و شاهین و دیگر عقاب و دیگر حیوان پرنده های بزرگ جثه. و اینجا حدیث است در صحیح بخاری که وقتی ابو ثعلبه خشنی میگویند که پیامبر ما در زمینی هستیم که در آنجا خیلی زیاد شکار است و ما در آنجا شکار میکنیم یا با تیر و کمان خود و یا اینکه با سگهای تعلیم گرفته خود. این شکارهای ما چه خیل می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر حیوانی که با تیر و کمان خودت بسم الله گفته و زدی و آن حیوان با همان نیزه تو مرد، آن برای تو حلال است. و این چنین هر حیوانی که سگت برای تو شکار کرد حلال است. و حتی که سگ در وقت شکار کردن رفته بعد از گزیدنش با دندانهایش، آن سگ وقتی که میگزد خود حیوان خون برارد و در راه به سوی صاحبش حیوان بمیرد. یعنی وقتی که در وقت شکار در همان حالت حیوانهای شکار شده استاده مردن، اون هم برای تو حلال است. ببخشید، مادامی که سگ تو معلم باشد، یعنی تعلیم گرفته باشد، اون نخورد از اون حیوانی که برای تو شکار کرد. اما سگ هایی که سخنی تو رو گوش نمیکنن یا سگ تو هستند و معلم نیستند، اگر زنده به نزد تو قپیده آوردن آن را خورده میتوانی، اما اگر مرده است خورده نمیتوانی. پس از شرط های این که حیوانی شکار کرده سگ حلال باشد این است که حتما باید سگ تعلیم گرفته باشد و طرز شکار را الکی از صاحبش آموخته باشد که در فقه حنفی میگویند تا 3 بار اول تجربه میکند، بعد از 3 بار وقت سگ از شکار نمیخورد و برای صاحبش گرفته میآورد، در این وقت میشود که از آن استفاده کرد. و در حدیث دیگر وقتی عدی ابن حاتم طای از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند، آن هم درباره با سگ شکار کردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر سگت شکار کند و از آن شکار نخورده، خودش نگزیده، یگان پاره گوشت شکار شده حیوان را نخورده به تو بیارد، بخور، برای آنکه آن را برای تو شکار کرده است. و الله هم در قرآن میگوید فکلوا مما امسکنا علیکم،
آن چیزی که برای شما سگ‌هایتان قپیده آوردند و شکار کردن از آن بخورید. اما چیزی که برای خودشان شکار کردن، قپیدند و خوردن، آن حرام است، برای آن که سگ آن را برای صاحبش نیبو برای خودش شکار کرد. اما اتفاقا مسئله که در نزد جمهور علما هست، بسم الله گویان سگ را روان میکند یا پرنده را یا هر حیوانی که دیگر آن را تعلیم داده است، طرز شکار را به او آموزانیده است. سپس حتی که وی حیوانی که سگ یا دیگر حیوانهای شکاری قپیده آوردن خوردنش حلال می شود، آن را دیگر گردنش را از نو بریدن و ذبح کردن شرط نیست. یگانه چیزی که شرط است، حیوان شکارچی ما باید تعلیم گرفته و طرز شکار را داند و شرط اساسی شکاری که کرد نخورد. اگر خودش یک پاره از آن گوشت را خورد یا قسمی از آن را خورد، البته که در این وقت اینجا جایز نمی شود، چون در این باره حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر سگی تو یگان حیوانی را شکار کرد و خورد، من از آن می هراسم که برای خودش قپیده است، برای همین اینجا نخور. اما سگ اگر حیوانی را شکار کرد و هیچ چیز نخورده به نزد تو آورد، در این وقت می توانی از آن بخوری. پس با بسم الله سگ را روان میکنند. وقتی قپیده می آورد، اگرچه مرده باشد هم به شرط آن که آن حیوان از سگ از آن نخورد و این چونین بوغه کرده مبادا نکشته باشد و یا اینکه با وزنش زده نکشته باشد. مهم هر کجای اعضای بدنی آن حیوانی شکار شده ایستاده باشد هم اگر با دهانش مجروح کرده باشد، انا اینجا می شود از آن خورد. و این چونین در حدیث دیگر وقتی صحابی سوال می دهند که من سگ خودم را به شکار می فرستم اما همراهی او دیگر سگ ها هم می روند و وقتی من سگم حیوانی شکار کرده می آورد از آن خورم یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی یک چند سگ با هم رفتن، شاید که سگ تو نه دیگر سگ آن حیوان را شکار کرد و سگ تو از آن گرفت از آن نخور، پس این هم چی می شود؟ مشکوک می شود و حتما یک یا دو سگ معلم خود تعلیم داده خود را با بسم الله گفتن می فرستید و نامی همان سگتان رو وقتی که گرفتید باید بایستد، اگر نرو گفتید باید نرود. کاملا باید از سگ‌های باشد که تعلیم گرفته باشد و صاحبش را کاملا اطاعت کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اذا ارسلت کلبک المعلم و ذکرت اسم الله علیه فکل. وقتی که تو سگ معلم یعنی تعلیم داده را فرستادی و با بسم الله فرستادی، از آن بخور. اما اگر نه بسم الله گفتی نه سگ را فرستادی که او تعلیم گرفته نیست، از آن نباید خورده شود. اما درباره حیوان ها آیا می شود تمام حیوان ها را شکار کرد یا اینکه یک چند حیوان های مخصوصی هستند که آنها را شکار میکنیم؟ در نزد مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و این چنین امام مالک هم به این اتفاق هستند، میگویند همه نمود حیوان ها را می شود صید کرد بجز صیدها یا شکارهایی که برای تحقیر حیوان نباشد. الان توضیح میدیم. یعنی میگن بعضی از حیوانات ها رو ما شکار میکنیم برای آنکه گوشت آنها حلال است، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند تمام حیوان هایی که دندان های پیش شکاری دارند و تمام پرنده هایی که چنگال های دارند و آنها با چنگال های خود درندگی میکنند برای شما حلال است، بقیه حیوان ها حرام است، بقیه حیوان ها برای شما حلالند. پس حیوان هایی که برای ما مثل خرگوشک و مثل حتی زبره یا خر وحشی یا بعضی پرنده ها، این حیوان ها رو شکار کردن برای خوردن شکار میکنیم. و این چنین ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن این چنین حیوان های هم هست که ما برای خوردن نه، برای از پوستش استفاده کردن یا از استخوانش استفاده کردن اون رو شکار میکنیم و پوست اون رو میگیریم و لباس میدوزیم و یا پای افسال یا چیزی دیگر. اینش هم حلال است، اینش هم حلال است. فقط از اینش از گوشتش، از دیگرش فقط از پوستش استفاده میکنیم. اما بعضی از علما میگویند نه، صید برای لباس نه، صید باید فقط برای خوردن باشد، چون در قرآن و طعامه متاع لکم وللسیاره گفته آمده است صید برای شما، صید بحری و
خشکی هم به این داخل می شود، همچون خوراک است. اما اینجا مسئله خطرناک دیگری هم هست که عزیزان، تمام علما اتفاق هستند که فقط برای سرگرمی، نه برای خوردن و نه برای از پوستش یا از چیز دیگرش استفاده کردن، یک حیوان را کشتن این گناه کبیره است. و حتی اینجا حدیث است، اگر خطا نکنم در ابن ماجه بود، که هر کسی که پرنده را فقط برای بازی کشد، یعنی از آن خوردن نمیخواد، برای سرگرمی و بازی کشد، آن پرنده روز قیامت به پروردگار ناله کنان شکایت میکند که پروردگارم، این فلانا قتلنی عبثا، انا همان فلانچی مرا عبث از روی بازی و سرگرمی به قتل رسانید و لم یقتلنی منفعتا، مرا برای فایده گرفتن از گوشتم نه، فقط با من بازی کردن، با یک جان بازی کردن مرا کشت. پس این گونه حیوان ها شکایت میکنند و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هرگز هر چیزی که در آن روح است آن را برای خود بازی قرار ندهید. لا تتخذوا شیئا فیه روح غرضا، حدیث در صحیح مسلم است که هرگز با چیزهای جاندار بازی نکنید. اگر ضررناک است مثل مار یا اینکه عقرب یا کژدمش میگوییم، با یک ضربه آن را بکشید، لیکن پایش را پاره کرده، دیگر گردنش را پاره کرده بازی نکنید. این چنین حیوان‌هایی را که یا پرنده‌هایی را که بعضی‌ها با کبوتر یا موسیچه و فقط چگونه که در ما با چزمه میگوییم، با بعضی از بازیچه ها میزنند و میکشند و خنده میکنند، بچه ها، فرزندای ما، خردکک ها یا اینکه حتی بزرگا فقط برای سرگرمی شکار، برای خوردن نه، برای سرگرمی یک حیوان را شکار میکنند و سپس با مردهش را یگان طرف میپرتایند. البته این اتفاقا جایز نیست. شکار باید یک مقصد خودش را داشته باشد که یا برای خوردن و در نزد مذهب امام ابو حنیفه می شود که برای پوستش هم از اون استفاده کرد. و اینجا گفتیم درباره حیوان ها بعضی از علما میگویند همه حیوان ها نمی شود شکار کرد و بعضی ها میگویند نمی شود از آن شکار کرد. اما در وقتی خود حیوان را مثلا رفت و شکار کرد، یا سلاح ما یا سگ یا حیوان دیگری که ما آن را دیگر تعلیم داده ایم، رفت و یگان حیوان را برای ما قپیده آورد، مسئله متفقون علیه این است که آن حیوان را ما زنده دیدیم که حالا جانش در تنش هست، آن را حتما باید حلال کرد و گردنش را برید و با بسم الله از گوشتش خورد. در غیر این به حالش ماندیم مرد و حرام می شود. اما با بسم الله روان کردیم یا سگ را یا سلاح را، ولیکن با خود سگ در وقت قپیدن همان حیوان، با مجروح شدنش آن حیوان مرد، یا اینکه از تیغ سلاح ما آن حیوان مرد، آن هم وقتی که با بسم الله روان کرده شد اینجا حلال می شود. و در غیر این اما یکی نمیداند که آیا با مثلا حیوانی رو برای صید روان کردید ولیکن حیوانی که شکار کردنی بودید به آب افتیده مرد، البته در اینجا جایز نیست چون باید در آب غرق شده مرد، از ضرب سلاح هم نمرد، یا اینکه با یگان چیزی وزبین و سنگین اون رو زدن یا از یگان بلندی به پایان پرتافتند و از در وقت افتیدن مرد، اینها به شکار داخل نمی شود. و اینجا حیوان هایی که برای مثلا گفتیم می شود که از آن شکار کرد و خورد، البته به اینجا پرنده ها رو هم می توانیم اضافه کنیم. هر پرنده ای که مخلب ندارن یا گفتیم چنگال ندارن، خصلتی درندگی ندارن، دیگر پرنده ها مثل کبوتر و کپک و پرنده های دیگر رو می شود شکار کرد، یا با سلاح یا با نیزه و تیر و کمان و از این چیزها، یا اینکه حتی با پرنده های بزرگتر مثل باز و مثل عقاب و از اینها. و در وقت فرستادن حتما باید بسم الله گفته شود و نباید پرنده به یگان جا زدن یا از ترس بمیرد و حتما از ضرب سلاح یا اینکه از چنگال خودی پرنده های دیگر خونش ریخته از آن بمیرد. و این مسئله شکار مثلا در دیگر ادیان فقط می روند و می پرانند و خیلی که گفتم حتی با سوزندارو هم دارن شکار میکنن، خیلی عادی هست. اما چون در شریعت ما حلال خوردن و با قاعده های مخصوص خوردن علل خصوص گوشت یکی از احکام های خیلی خیلی دقت داده شده و مهم است، در شکار هم احکامش است، حتما باید
رعایت شود که مهمترین آن در وقت سلاح زدن و حیوان فرستادن بسم الله گفتن است. دویمش حیوان باید تعلیم گرفته باشد و سگی که هیچ گپ را نمیفهمد و اطاعت یا خود رام نیست و صاحبش یا حیوان دیگر هرگز خوردن شکار آن جایز نیست. و این بود مختصر خودی درباره شکار که یکی از موضوعهای بزرگترین در فقه اسلامی و در حتی کتاب احادیث است. من کوشش کردم ملخص کنم برای شما عزیزان که در از آن فایده گیرید و ملال آور نشود. در رفت سوال ها اگر چیزی هست که فراموش شد انشاءالله جواب میدهیم. سوال یکم، شما درباره سگ بیشتر گپ زدید. اگر با سگ و با عقاب یا شاهین شکار کنید حکمش چی است؟ در دوام برنامه گفتم شاید سوال کننده عزیز کمی شتاب سوال دادید، برای آنکه این مسئله اتفاقی هست که می شود با شاهین یا عقاب یا حتی با پلنگ و شیر و حیوانچه های دیگر، حتی بعضی علما میگن خرس، می شود اگر آنها رو رام کرد و تعلیم داد و طرز شکار رو آنها یاد گرفتن، می شود با آنها هم شکار کرد که هیچ مسئله در این باره خلاف نیست. با همه حیوانی که شما می توانید آن رو برای خود رام کنید شکار کرده می شود و جز خوک که استادش نجس است. و اینجا مسئله که از سوالتون تشکر نگفته موندم، ما گفتیم دهان سگ در نزد جمهور علما نجاست هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن آبی که به آن دهان سگ رسید که ولغ با دهانش از آن خورد آن را پرتاید و از آن را 7 بار شید. پس حیوان هایی که سگ با دهانش آن را به ما شکار کرده آورد، اون جایش چی می شود؟ آن را پاره کرده پرتایم یا 7 بار شویم؟ انا این مسئله اختلافی است که حکم راجحش این است که همون جایی که سگ با دهانش قپید اونجا را یا 7 بار می شویند یا اینکه پاره کرده می پرتاین و دوامش را استفاده می کنند. پس اگرچه سگ دهانش خودش نجاست باشد هم، اما حیوانی که شکار کرد آن برای صاحبش حلال است و فقط همون جای قپیدش رو، اون هم در نزد تمام علما نه، در نزد اکثریت اونجا رو یا گرفته می پرتوین یا اینکه می شوین. یگان عضوی حیوانی که سگ در حالت شکارش میگزد و آب دهانش اونجا میگذرد، این عضوی حیوان سگ شکار کرده چی حکم دارد؟ آیا حلال است یا نه؟ الان به همین سوال جواب دادم که بعضی از علما از جمله امام مالک میگویند وقتی در قرآن کریم پروردگار به ما گفت که برای شما فکلوا مما امسکنا علیکم، آن چیزی که سگ برای شما قپیده آورد از آن بخورید گفت و شستن را ذکر نکرد، پس سگ‌های شکاری از سگ‌های عادی فرق میکنند، آن را نشسته هم خوره می شود. این قول امام مالک است. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و دیگر جمهور علما میگویند نه، دهان سگ نجاست میماند، همون جا رو پاره کرده میپرتاید یا اینکه یک چند بار 7 بار میشوید. برای شکارچی، سوال سوم، برای شکارچی شدن باید از یگان پیر شکارچی و فاتحه گرفت یا نه؟ اینش در یگان جا وجود ندارد، همه میتوانند شکارچی باشند، فقط مسئله این است که باید شکارچی مسلمان از حکم شکار بخبر باشد و طریقه با بسم الله فرستادن را و سلاح را چگونه استفاده کردن و حیوان‌هایی که با آن سلاح با آن شکار میکند، این چونین در وقت شکار اگر حیوان زنده آمد زود آن را ذبح کردن، اینها را همش را بداند. اما اینکه باید شکارچی شده و فاتحه گرفت، مثل اینکه برای ملا شدن و عالم شدن حتما فاتحه گرفت، این چیزها وجود ندارد. سوال دیگر، من در روسیه با همکارانم که خریستیان هستند یگان شکار می رویم، شریکی شکار می کنیم. آیا گوشت حیوانی با آنها شکار شده برای من حلال است؟ انا این مسئله خیلی جدی است. اگر خریستیان هایی که در نزد شما هستند تا اندازه پایبند دین خودشون باشند و در وقت شکار کردن، مثلا در خود خریستیان ها هم چه خیلی که پیشتر گفتیم طریقه ذبح حیوان اگر از روی دینشون کنند مثل مسلمان ها هست، در وقت شکار کردن نام مسیح را نبرد یا اینکه
در وقت شکار کردن به حیوان‌هایی که برای ما حلال است اگر شکار کند، در اینجا با شما اگر شکار کند هم هر دو اگر شکار کردید باکی ندارد، برای آنکه ذبیحه اهل کتاب حلال است به شرطی که آنها در وقت از ذبح کردن و اینجا شکار کردن نام مسیح یا مریم یا مثلا دوست خدا را نگیرند، عادی آرام اگر کردن باکی ندارد. اما شما گفتید که من خیلی شک دارم او تقریبا در دین خود هم پایبند نیست و از احکام شکار هم چیزی نمیداند و حتی در خانهش هم عموما کارهایی میکند که نه به مسیحی نه به دین دیگر یگان خیلی وابستگی دارد. انا در اینجا جایز نیست که از شکاری که همراه شکار کردید خورید، برای اون که از شرط های نفر شکار کننده این است که یا اهل کتاب باشد، مسیحی یا یهودی که در دین خود پایبند هستند، یا مسلمان باشد. در اینجا بهترش از تمام شبهه برای خارج شدن شما بگویید که شما تنها شکار خودتان را میکنید و من تنها شکار خودم را میکنم. سوال دیگر، حیوانی در جری بند مانده را زده افتانید تا شما به نزد حیوان رسیدن بمیرد، گوشتش چه حکم دارد؟ حلال است یا حرام است؟ مسئله به موقوف داخل می شود، چگونه که در سوره مائده است. پروردگار برای ما هر حیوانی که از بلندی افتیده مرد یا بوغی شده مرد یا اینکه از ضرب نتیح حیوان دیگر مرد، اینها را حرام کرده است. این گونه حیوان ها یعنی حیوان هایی که از بلندی افتیده مردند و همین افتیدنشان سبب شد گوشتش اگرچه گوسفند و گاو باشد هم حرام است، مگر اینکه افتید و نمرد و در حالت جاندار بودنش رفتید و آن را ذبح کردید و حلالش کردید. در دیار ما به دریاچه خلار می ریزند و ماهی را با این واسطه گرنگ کرده شکار می کنند. آیا این درست است؟ در این حال ماهی های خیلی میده نیز می میرند. پیش از همه درباره شکار بحر و شکار خشکی خیلی که گفتم بعضی مسئله هایی هست که من شاید نگفتم و در رفت سوال جواب به خاطرم میرسد و باز تشکر از آن که با سوال های خود به خاطر ما بعضی از مسئله های مهم رو می اندازید. این رو بدانیم که شکار حیوان‌های بحری از شکار حیوان‌های بری خشکیگرد خیلی خیلی فرق می‌کنند. در حیوان‌های خشکیگرد بسم الله گفتن و مجروح کردن همون حیوان شکار کرده ایستاده امان حتمی است، گفتیم فرض است. در حیوان‌های بحری در نزد جمهور علما نه بسم الله گفتن نه آن را گردنش را بریده حلال کردن حتمی نیست. حتی با خلار مرده باشد هم، حتی شما شبکه های شکاری یا گفتیم تور پرتافتید و به آن افتید ماهی گیری از آن گرفتید یا اینکه با دیگر راه حیوان ها مردند و حتی خود مرده حیوان های آبی هم برای شما حلال می باشند. فقط مسئله خلاره که آیا به ماهی جدا ضرر می کند و آن گوشت به ما ضرر نمی کند، این مسئله هست که مسئله احتیاطی است. وگرنه کدام حیوان آبی را با کدام راه شکار کردید و خوردید حلال است و تمام حیوان‌های آبی در نزد جمهور علما به جز مذهب امام ابو حنیفه حلال می‌باشند که در موضوع پیشتر گفته گذشته. و در وقت شکار حیوان‌های آبی فرق نمی‌کند، هر کسی که حتی بت پرست هست، حتی مسیحی هست کی باشد هم حیوان آبی را شکار کرد از آن بسم الله گویان می‌خورد، چون در شرط های خوردن حیوان های آبی نه بسم الله گفتن است، نه گردنش را بریدن است، نه شرط است که آن را یک نفر مسلمان صید و شکار کند. سوال دیگر، یک قاعده شکار پرنده است. به پیش راه پرنده های کوهی مثل کپک حلقه می کشند. کپک ها آمده از داخل این حلقه ها گذشتنی می شوند و بوغی می شوند و تا آمدن شکارچی اکثر وقت می میرند. یگان جایش جراحت دار نمی شود. آیا گوشتش حلال است یا حرام؟ اتفاقا حرام است. مسئله اتفاقی بین تمام علما این است که هر حیوانی که بوغی شده می میرد و حتی سگ رود و یگان جای حیوانی شکار کرده شده ایستاده رو نگزد، با دندانش مجروح نکند، فقط بوغی کرده کشد، اتفاقا این حرام می شود و به خود مرده داخل می شود. کپک را اگر یگانه از همون سیخ پاره ها خونش را برآورد و بسم الله گفته و آن را گذاشت، مسئله آن هم اگر یک چند باشد اختلافی است، اما اینجا که گفته ایستادید همونجا بوغی شده می میرند، تمامی آن پرنده های بوغی شده و حلال نشده حرام هستند و این مسئله اتفاقی می باشد.
اپا جان، من یک تاجیک هستم. میخواهم باغ حیوانات تشکیل کنم. آیا برای کتک و قفس ها نگاه داشتن حیوانات و پرنده گناهکار نمیشوم؟ درباره حیوانات سوال کننده عزیز، پروردگار شما را موفق کند در همه کارهایتان. درباره حیوانات، همه حیوانات ها خیلی که در قرآن کریم آمده است، تمام چیز را پروردگار برای انسانیت آفرید و انسانیت را برای عبادت آفرید. و وقتی که درباره حیوانات صحبت می رود، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بعضی از صحابه ها با هم کبوتر رو ببخشید پرنده ها داشتند و زنی را میگویند داخل دوزخ شد. حدیث در صحیح بخاری هست، به سبب آن که گربه را در خانه اش قفس کرد و او را گرسنه و تشنه ماند و فقط به خاطر همین. اما برعکسش این هم در صحیح بخاری هست، زنی دیگری حتی فاحشه بود، اما به خاطر آنکه به سگ آب داد داخل جنت شد. پس اگر به قفس گرفتید و گرسنه ماند و تشنه ماند و اذیت شد، در اینجا گناهکار می شوید. اما در داخل قفس باشد هم، اگر حیوان شکمش سیر است و سلامتیش خوب است و حیوان را ظلم نمی کنند، باکی ندارد. اینجا مهم این است که ظلم به حیوان نشود. و حدیثی که درباره قفس کردن یا قوه کرده ماندن گربه آمده است، زجرش در آن است که آن را گرسنه و تشنه ماندن. اینجا مهم این است که در داخل قفس باشد هم گرسنه و تشنه نماند و اذیت نشود، که حتی در امارات عرب بود به فکرم که در خود زوپارک یا باغ حیواناتشون وقتی میبینید گویا حیوانات در بهشت زندگی دارن، همه نمودی میوه‌جات در نزدشان، همه نمودی دیگر خوراکواری که حیوانات ها هم خودشون با خوشحالی. اما تا جایی که من میدونم صفت حاضره باغ حیوانات تاجیکستان خیلی بد است. بجز مردم به حیوانات ها هم دارند حیوان صفت ها ظلم میکنند. اگر شما گفتید ظلم نمیشود و شرایطش 100% مهیا میشود، اینجا انشاءالله که باکی ندارد. سوال دیگر، زن آیا می تواند شکارچی شود؟ درباره زن شکارچی نشود هیچ دلیل آمدگی نیست، چنانه که درباره ذبح کردن یعنی حلال کردن حیوان و شکار تقریبا احکامهایش برابر هستند. و چگونه که در صحیح بخاری آمده است، زن یا جاریه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم حیوان را ذبح کرده بود و یهودی زن حیوان را ذبح کرده بود و پیامبر را دعوت کرده بود. شکار هم زن هم می تواند شکارچی باشد، ولی البته که راه اگر دور باشد حتما با اجازه محرم هایش و با مشورت باید براید، چون این کار خیلی از کارهای خطرناک هم هست. از جهت دیگر سوال دیگر به فکرم تمنیات است. السلام علیکم اپا جان عزیز، خداوند و دائم و صحت و سلامت باشید. من شما را از برای خدا دوست می دارم. احبکم الله الذی احببتنی فیه. شما هم صحت و سلامت باشید. دوامش تقریبا از شاگردها هست. تعریف ها را نخوانم برای اینکه به دیگر شنونده ها ملال نشود. هر کسی که اینجا تشکر گفتید یا اینکه رحمت گفتید، رحمت پروردگار به همتون و خوشحال از آن هستیم که شما خوشحال هستید و یک قطره از علم و قطره از احکام شریعت برای شما با سبب ما رسیده ایستاده است که تمام فضل و منت و تمام تشکر باید به پروردگار باشد که به ما توفیق این عمل را داده ایستاده است. میگویند که مار و گژدم را وقتی نماز هم زده کشتن جایز است. این راست است یا نه؟ آره، در وقتی حتی محرم بودن، یعنی در وقتی لباسی حج پوشیدن و احرام پوشیدن و این چنین حتی در داخل نماز بودن، وقتی مار و یا گژدم را دیدید و یا هر حیوانچه ضرر رسان را دیدید، آن را کشتن جایز است و هیچ گناهکاری نمیشوید. و برای نفرانی که احرام بستند، برای آنها هم صید کردن حرام است و جز شکار بحر و این چنین بعضی از حیوانات هایی که ضرر رسان هستند مثل مار و گژدم و کلاموش و اینها که همیشه کشتنش جایز می باشد. سلام، من شکارچی هستم. مرا برای سگ‌های ضررناک را نابود کردن میبرند. آیا گناه است؟ التماس جواب دهید. اگر شما سگ‌های ضررناک را نابود میکرده باشید، اینجا هرگز گناه نیست، برای این کارتان ثواب میگیرید. و حتی درباره
سگ سیاه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کجایی که سگ سیاه رو دیدید آن را بکشید، این برای شما حلال است. و سگ‌های ضرررسان همیشه ضررشون به جامعه خیلی زیاد است. در اکثریت کشورها این رو کاراندازی میکنند که باید سگ‌ها را از مردم دور کرد. اینجا هرگز گناهکار نمیشوید اگر آنها ضرر رسانند. و اینجا سوال دیگر: سلام علیکم و رحمت الله. اپا جان، کودکایم بسیار پیشک را دوست می‌دارند، اجازت هست در اسلام که خانه گیریم؟ بی نماز نمی‌کنند، جزاکم الله خیرا. و علیکم السلام و رحمت الله. البته که پیشک را به خانه گرفتید هیچ باکی ندارد و دربارش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند انه طوافین منکم و طوافات، پیشک از حیواناتی هست که در اطراف شما طواف کرده میگردد. البته پیشابش نجاست هست و خوبیش این است که پیشک دیگر برای پیشابش یا برای نجاست اجازت میگیرد و به بیرون میبراید و پیشک ها اساسا هرگز خانه را نجاست نمیکنند. برای همین هم باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه داده است. یگانه اگر به خوراک دهان پیشک رسد مسئله اختلافی است. مثلا در مذهب امام ابو حنیفه میگویند مکروه است اون خوراک رو بهترش نخورید یا دهان پیشک رسیده رو گرفته پرتوید، برای آنکه پیشک هم دیگر حیوان است، دهانش رو به هر جا میرساند. اما بعضی از علما میگویند در خانه نگاه داشتنش رو پیامبر اجازه دادند، پس آب دهانش هم هرگز نجاست نیست. اما در خانه گرفتنتان به شرط آنکه گرسنه نماند، تشنه نماند، کودکو اذیتش نکنند، هرگز گناهکار هم نمیشوید و جایز است. و این چیزی که گفتیم از حیوان‌هایی هست که نجاستش رو به بیرون رفته میکند و در این مسئله یک حیوانی خیلی با عقلم هست. اپا جان، شیف ما خریستیان هست، شکار می رود آهو و نهجیر می یارد، به کمان می زند، نه که بسم الله نمی گوید. او حرام است یا نه؟ اگر او بسم الله هیچ چیز نگفته خریستیان هست و یعنی خودش رو مسیحی می گیرد و از اون مسیحی دروغی نیست که مسیحی هم می گویند و نه به قیامت نه به جنت و دوزخ باور ندارند، از اینها باشد، در این وقت اهل کتاب می شود و باکی ندارد که از خودی شکاری او بخورید. اما او به نام خریستیان باشد و بگوید که نه به قیامت ایمان دارم، نه به یگان عیسی و نه به چیز دیگر، من به نام خریستیان هستم، خودم یک آدم مادی هستم، در اینجا از نه خودی شکارش رو خوردن جایز نه دیگر حیوان هایی که ذبح میکند. سوال دیگر: معلمه جان، اگر از انسان‌هایی که در خانه‌هایشان سگ و پیشک دارند قالین یا دیوان گیریم تا چند بار باید شوییم؟ الله جزای خیرتان را دهد. برای شما هم جزای خیر دهد و این را بدانید که برای نابود کردن نجاست در شریعت یک بار شستن هم کفایه است. وقتی شما میدانید که در یک جا نجاست است و یک بار شستید و دلتان به آن مطمئن است که با همین پاک شد کافی است. یگانه مشکلی در سگ است که درباره اش حدیث ثابت هست که باید 7 بار شسته شود. حدیث در صحیح مسلم است و آن هم اگر آب دهان سگ رسید و جمهور علما میگویند به هر جایی که آب دهان سگ رسید باید 7 بار شسته شود و بهترش این است که یک بارش با خاک و حاضر میتوانیم حتی بگوییم با صابون شسته شود. برای همون اگر سگ باشد 7 بار میشوید، اگر پیشک باشد فقط یک بار شوید هم کفایت میکند، مادامی که شما دیگر یقین پیدا کردید که نجاست هایش تازه شد که دیگر از شکلش و از بویش تعیین می شود. اپا جان، خریستیان اگر در وقت شکار بسم الله گوید بعد پراند او حلال است یا نه؟ سوال کننده عزیز حتی بت پرست یا مجوسی یا نفران بدین بسم الله گفته کشند هم حرام است. از شرط های یک حیوان را شکار کردن، شکارچی باید مسلمان باشد یا اهل کتاب، خریستیان یا نصرانی که در دینش پایبند است. یعنی او چگونه که حتی به پیامبر ما ایمان ندارد اما به دیگر پیامبر و به دین خودش و جنت و دوزخ و این چیزها باور دارد، انا این گونه باشد بسم الله گوید هم حتی نگوید هم باکی ندارد. اما یک نفری که به هیچ چیز باور ندارد و برای گوشت را فروختن یا به شما دادن بسم الله میگوید، در اینجا هرگز حلال نمی شود. اپا جان، اگر در خانه زوجه یا که خرسچه سگچه کودکانه باشد نماز خوانده می شود یا نه؟ برای در خانه بازیچه ها بودن
پیش از همه این رو هم بدانیم که در ما حدیث است، حدیث حضرت عایشه، که حضرت عایشه هم در خانه بازیچه ها داشتند و حتی اسبچه داشتند که قناتک داشت و باره میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و پرده بالای اسبچه من بود. شمال پرده رو به یک سو کشید و پیامبر اسب مرا دیده خنده کرده گفتند مگر اسب هم بال می داشته است؟ حضرت عایشه میگویند من گفتم که آخر اسب های سلیمان هم بال داشت و پیامبر خنده کردند. فقط برای بازیچه کودک و علل خصوص دخترچه ها که با بازیچه ها دیگر بزرگ می شوند و یاد می گیرند باکی ندارد که بازیچه در خانه باشد و به این مسئله اتفاقی است، چون در خانه حضرت عایشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بازیچه بود. اما بازیچه ها رو به خانه به بالای شفنیر و دیگر آراسته کردن، به هر کجا موندن که بعضی ها به کودکانشان نیو برای زیبایی نقش و نگار میمونن. این هم گناه هست، هم نماز خونده هم نمی شود. اما برای کودک ها که در تگ پا میگردند و در هر کجا میگردند هیچ باکی ندارد و بازیچه هست و به این مسئله کسی نمیگوید که برای کودک بازیچه کردن با این بازیچه ها جایز نیست. و سوالی اخیران عزیزان، من در دیار غریبی صاحب خانه شدم اما عائله‌ام را با کودکان در خانه مانده کار میروم. آیا اجازه است که سگ پاسبان در حولی داشته باشم؟ البته که اگر شما در غریبی هستید و میدانید که دزدها زیاد هستند و خطر خانه شما را تهدید میکند، هیچ باکی نیست که شما سگ گیرید به خانه‌تون. چگونه که در حدیث نسائی گفتیم در 3 حالت برای مسلمان سگ گرفتن اجازه است: برای پاسبانی، برای چوپانی و برای شکار. و اینجا شما میگوید من خیلی میترسم که دزد می آید به خانه‌ام، تهدید چیزی می شود. هیچ باکی ندارد، فقط طوری باید برای سگ جای را مهیا کرد که به داخل خانه‌تان ندارد. در حولی باشد هم باکی ندارد یا بیرونتر از حولی باشد هم باکی ندارد. و این بود عزیزان موضوع امروزه ما درباره شکار حیوان. امیدوار هستیم که برای شما یک معلومات رسانیدیم که تمام عمر برای شما فایده میرساند و با این گفته ها همه در عمل هستیم. و تا برنامه های دیگر در پناه الله باشید و صد تشکر از آن که با ما در برنامه بودید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی